شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا دور هشتمین مشورت‌های سیاسی بین تاجیکستان و آمریکا و همچنین ملاقات کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن با وزیر خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین دایر شده است. بنا به اطلاع رسمی وزارت خارجه تاجیکستان در ملاقات رهبران اداره‌های دیپلماتی دو کشور مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و امریکا در ساحه‌های سیاست، امنیت، اقتصاد، انرژتیک، تندرستی، سیاحی، گومانیتاری، اقدام‌های مشترک جهت پیشگیری همگیر کووید 19 و غیره را بررسی شده. جانب‌ها همچنین پیرامون مسائل همکاری‌های بین المللی و منطقوی تبادل افکار نمودند. جانب‌ها ضمن بررسی وضعیت در منطقه ضرورت تحکیم همکاری‌ها را در سمت مبارزه مشترک با خطر و تهدیدهای معاصر از جمله تروریسم، افراطگرایی، گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی تاکید کردند. گفته می‌شود در اطلاعیه رسمی